روزها و ماهها صرف میشد برای یک گلدوزی کورپاچه و یا بالشت. شرکت گلدوزی کامپیوتری تومیریس پیشنهاد میکند اکنون این معما از بین رفت. با برابر رشد تکنولوژی و دیزاین به حیات ما گلدوزی کامپیوتری وارد شد که به شرافت آن آفریدن چیزهای نهایت زیبا و غیر عادی امکان پذیر گردید که گلدوزی شکل و نمود گوناگون را در بالشت و کورپاچه ها، جهاز رخت خواب و سوینیرهای مختلف به عمل میبرد. اینچنین در فوتبالکا و کپکه ها هر گونه لوگوتیپ ها را عکاسی می نماید. خدمت رسانی شرکتی تومیریس در دلخواه نمودی متاع، دلخواه نمودی گلدوزی را به عمل برآورده می تواند. ما آماده ایم که دلخواه فرمایش مرکب ترین را در کوتاه ترین مدت اجرا نماییم. تومیریس، تجسمگر قله عالم زیبایی. شکر خدا که از فرودگاه شهر توشکن با فرودگاه شهر دهلی پایتخت هندوستان سوق و سلامت فرود آمدیم. سلام علیکم. نباشه که تا قربالا را نمیره. کاروان 2 نفر. برمتکی. شهر جایپور بینندگانی عزیز. چون این سچره ها ریکشا نام دارن. سرزا جمال نامه. نصیبشک 45 سال پس برسیم نه. این شب آخران شب تو از جناب ما هستی. نه پدر، بازگم دیوانگی نکنی. یک سویس میگویم. نه پدر. سنم یک سویست. من این آدم را میکشم. اگر به او ضرر رسد خودم را میکشم. یک سویست میگویم، یک سو. دوست می‌دارم و خونه‌دار میشوم، تو مانع نمیشوی. تو دختر من هستی. با کسی که با قوت نیست خونه‌دار نمیشوی. این را هرگز اجازت نمیدیم، فهمیدی؟ سنم در پسم است. با خواست خدا کسی مانع نمیشود. اگر خدا نخواهد برگی درخت نمیجنبد. نصیحت رامان و کلمات را عرضه کن. جناب معزز، دخترتون رو دوست می‌دارم و با او خانه‌دار می‌شوم و شما با این مانع نمی‌شوید.
تو را یافتم جنگاور. سنم؟ دخترم سنم دخترم салому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. Рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. Аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. дигар аз ман пинҳон шуда наметавонӣ ҷанговар. Ки будани туро фаҳмидам. мекушам туро. натарсонам. хуб мешавӣ, натарс. натарсонам. ҳиҷрӣ, маро танҳо нагузор. наздат ҳастам. ҳамеша дар наздат ҳастам. ё худоя, ман шикор кардам. زود باشه، زود زود. خانم تونین، آنقدر در هیجان و خوشبخت هستم که ناگفتنی. پگاه به خانه بخت رفته خانه دار میشه. ولی جنابی عزمی، من هم بسیار خوشحالم، بسیار در هیجانم، حتی راست ایستاده نمیتوانم. اصلا جای شما قلبم است. از همه زیاد به آنجا میزوید. البته خانم تونین. بسیار شیرین هستید. شما شیرین تر هستید. پدرم با خانم تولین پگاه خانه‌دار میشوند. اینها خانه‌دار شوند، من با ملیس چی خیلی خانه‌دار میشوم؟ این جایز باشد؟ این رو در حال رفته از هجری پرسیدن لازم. بعدا رفته سقراطی بیشرف را یافته ملیس رو از خطر بابای قادر رها میکنند. این سقراط نیست مگر؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ میرویم. این آدم رو در آسمان میگفتیم در زمین بوده است کو؟ یا اینکه این باز برای دستگیر کردن جنگاور به صنم دام گذاشته است؟ مکانت را با بابای خودیر گویم ملیس رو از این خطر رها میکنم. نو کارت تمام شد سقراط.
زهرا چرا باور نمیکنی؟ با چشم خانم بهار چیزی در آمده بود، با او یاری میدادم. کار مثل دیدت نیست آخر. زیاد دروغ گفتنت رو مان. همه چیز آشکار و عیان است. با من خبر نداده به اینجا آمدی تا این که با این زن واخوری. چرا قبول نمیکنی؟ نه آخر زهرا، من اینجا برای دیدن دخترم آمدم. از اینجا نزد تو میرفتم. لطفاً آیدی این مسئله درست صحبت کرده میتونی؟ چی؟ زهرا چی کار میکنی؟ باز شرم نکرده از من میپرسی که چی کار میکنم زیو؟ زود اعتراف کن که مرا با این زن خیانت کردی. نه آخر تو اومد همین خطر نمیشود کو. تو خاموش باش، با تو بدگرد میزنم اجینه سری خاکستر. زهرا کمی عیب را هم بدان. ای کاری کرده ای تو رو میگویم زیو. کاش که در محبس میموندی و با زنهای بیگانه عشق ورزی کردن نمیگشتی زیو. آبایه چشمانی تو از رشک زیاد کور شده است. چی گفتنت را نمیفهمی؟ خوب دادن حاضر نشون میدیم به تو. چی کار میکنی؟ بیازم زنگ زده در اینجا بودن تو رو خبر میدیم. زهرا دیوانه؟ مگر دیوانه اینجا بیا؟ نه یعنی من نفهمیدم که کالتا کیلاس چرا تو رو همچون لقمه استفاده برده است. تو با سقراط چی علاقه داری؟ اکای اونال چی علاقه دارم؟ کالتا کیلاس مجبورم کرد. باید سقراط رو زنگ زده کی بودن جنگاور رو میدونم گفته و خورده صحبت میکردیم. کالتا کیلاس باشد اومده سقراط رو میکشت. ای بیشرف، یک جنایت دیگر هم میکرده است. اکای اونالم اکنون من چیکار میکنم؟ کالتا کیلاس فهمید که او رو افشا کردم از پسند میشود. ای پسرم چی میترسی؟ از پسند ما هستیم، تو رو محافظت میکنیم، پروا نکن. یا خدایا زهرا زنگ میزند. بخیر باشد انشالله. چیزی شده است؟ بخیر باشد. لب زهرا. یزنه زهرا چی شده است؟ زهرا گوش کن لطفاً. یزنه زهرا گپ زن، چیزی شده است؟ یا اینکه کالتا کیلاس رو دیدی؟ زهرا یزنه وای رو پرسیدنی بودم من. چی رو میپرسیدی؟ یزنه سمیرا ندیدید؟ سمیرا؟ سمی در نزدم است. چی شده است؟ وای از صبح او رو ندیدم، برای همین خواطر شدم. یزنه سمی در نزدم است جونم، پروا نکن. کالتا کیلاس او را برای دستگیر کردن سقراط چون لقمه استفاده کرده است. زهرا گوش کن، اگر کالتا کیلاس رو دیدی به من حتما خبر رسان. تمام یزنه، اگر بینم حتما خبر میدیم. رحمت جانم، میدونستم که مرا نمیفروشی. گیر دستی افلاست رو دیگر هرگز رو برویم نبرازی ها. آنها کجا شدند؟ برای خلاص شدن کالتا کیلاس من باید در نزد سود حقیقت رو گویم. ولی اگر من حقیقت رو گویم من رو حبس میکنند. اگر نگویم کالتا کیلاس من رو رها نمیکند. بهترش به خانه میروم، شناسنامه‌ام رو میگیرم و همه پولهای امک اکرم رو گرفته خارجه میگریزم. خیریت که به یادم اومده. اکای اونال من میتوانم گریزم. رفتم میتوانم. تمام سمی میتوانه روی، ولی گوش کن، گفته هایم را هرگز فراموش نکن. شده که باشد. کالتا کیلاس انیق از پسی سمی تعقیب میکند. ما باشیم او رو دستگیر میکنیم. نخز سنم انشالله شفا میوبی. دخترم از برای تو شده دخترم را پراندم. تو را میکشم من. دعا کن که به سنم چیزی نشود وگرنه جزایت رو میدیم.
خدای من، برای بسرم آمده رو بی سقراط از پسم، اونال از پسم، من باشم از پس رشک زهرا. خدا لعنت کند، کاش دمم میگرفت و چشمی او را پف کردن نمیتوانستم. زهرا، اینها چیند؟ یک دسته گل. تو با وی خونه رفته این دسته گل رو با وی زنی افلاسات بده، فهمیدی مرا؟ زهرا چرا این خیل میکنی؟ من تنها تو را دوست میدارم، چرا این گل ها را برده به آن زن دهم؟ خوب، مادامی که تنها مرا دوست میداری نباشد و زن را از حیاتم بیرون کن. زیو بیرون میکنم البته، اما اول سمی را پرونده جانم را خلاص کردنم لازم، بعداً بس من همش را میفهمانم و زن را از اینجا دور میکنم، قول میدهم. از برای خدا کمی صبر کن. صبر باز چقدر صبر؟ زهرا کمی طاقت کن، چیزی نمانده است، کمی صبر کن لطفاً. برای از آن زن خلاص شدن باید کاری کنم، ولی چی کار کنم؟ حال دخترم چی است؟ جای خواطر شدن نیست، تیر به کتف زده گذاشته است. کارهای لازمی را کردیم، فردا صبح را جواب میدیم، کمی پس به اتاقش میبریم. خدا شفا دهد. خدا را شکر. خدای شکری بی پایان با تو. سنم هجری جان، با تو چیزی می شود گفته بسیار ترسیدم، اما شکر خدای مهربان که خوب هستی. سازی اخی جانم، تو که در برم باشی من همیشه خوب هستم. هجری چرا رای تی را گرفتی؟ اجازت نمیدادم که از دست پدرم به تو ضرری رسد. تو میمردی من چی کار میکردم؟ من چی؟ با دخترم تنها بودن میخواهم. مرا ببخش دخترم. تو یگان ضرر کلان میرسید. هرگز خودم را نمیبخشیدم دخترم. همش از پشتی آن معزین شد. پدر، بار دیگر به هجری ضرر رساندن خواهی خودم رو میکشم.
چرا اینکه گپ میزنی دخترم؟ مرا شنیدی پدر؟ بابای خدیر، مکانی سخرات رو یافتم. در اونجا هستم. راست میگویی؟ حاضر سراغش رو با پیامک میفرستونم. از این ساعت پس به طور مویسر ملی ضرر رسانی تو رو میکشم. آها، میلیس رو اکنون از خطر بابای خدیر گفتنی آدم نجات دادم. رفته این رو با میلیس خبر رسونم زود خونه برگردن. یا کاری مهم برام دخترم. باز میآیم. میرویم. سردارم، سمی است که پنهان شده ایستاده است. پسرم از کلتا کلاس پنهان می شود، دستگیر می کند، گفته می ترسد. سمی بچه ترسان چک است، میدونی کو؟ دخترم رو هم بینم بعد از اینجا دور شده روم. آی سمی از پشتی تو بین بچه حال گرفتار شدم. باز پا در گریز هستم. خدا لعنتت کند سمی. این سمی بیشرف نیست مگر؟ حاضر من به تو نشان میدیم. زهرا دیگر مرا در این قصر راه نمیدهد. شناسنامه و پولها را گرفته به خارجه گریخته لازم. بله همین کارو کرده لازم. از در پیش نمیدرایم، از طرف حوض میدرایم. رفتم. من به تو گفته بودم همخیله کلتا کلاس از پس سمی است. لبت بیسد و تقیم میکنم. تمام. اون کلتا کلاس ای کنی اینجا بیا. ایست تسلیم شب کلتا کلاس. ایست لعنتی. مکان گفته کمال سیاه همینجاست. سقراط باید همینجا باشد. نشانگیر را بگو جایش را گیرد. مایل از بابای خدیر. در حال با عدنان جسور صحبت کردنم لازم. میلیس جان، کی هستند آن آدم ها؟ چرا تو پنهان میشوی؟ چیست آن خطر؟ از دیوانه ها پنهان میشوم. همش از پشت کمال سیاه شد. میلیس، کمال سیاه به این چه علاقه دارد؟ مادر، از برای خدا حتی نامش را شنیدن نمیخواهم. از وقتی که او را دیدم سرم در بلا گرفتار است. مادر، تا وقتی که خطر پسی سر نشود کسی میلیس بودنم را نفهمد. فهمیدی؟
ҳама маро аднани ҷасур фикр кунанд. чӣ мелис духтарам, аз субҳ то шом бо ин камоли сиёҳ як ҷоя ҳастӣ. аднан будани туро нафаҳмиду? нафаҳмид модар, нафаҳмад. охир дар назди чашмаш буданро намебинад. ӯ аблаҳ аст охир. обо ҳоло ҳамин хел ҳа яъне ақлаш нагирифту нафаҳмид. мисли ҳамин гуфтад. гӯш кун модар, ман аз ин одам халос шудан мехоҳам. ту бошӣ рафта бо падари ӯ хонадор шуданӣ. дирӯз таклиф кард пагоҳ хонадор мешавӣ. ҳамин намерасид. инро бо ту пештар ҳам суҳбат карда будем. дигар чизе шунида намехоҳам. бо он одам хонадор шуданатро намехоҳам одам. мелис, ман бо ҷаноби азми хонадор шавам. камоли сиёҳ бо ту хонадор шуда наметавонад. мушкил чист? чӣ хел хонадор шавӣ? чиҳо гуфта истодаед? ман ӯро дар зери поям дидан намехоҳам. модар шумо бо ӯ хонадор шавед. гап ҳамин. мелис, ман бо ҷаноби азми хонадор мешавам. дигар ҳеҷ чиз шунидан намехоҳам. кофист. уф модар, уф. ба дастшӯӣ рафта либосҳоямро иваз кардан лозим. оҳ худоё. хайр, шаб бахайр. камоли сиёҳ, хуб ҳастӣ? хуб омаднам бародар. ту чӣ хел ҳастӣ? хобат набурд чӣ? не хуб, вай ба ҳоҷатхона рафтанӣ будам. ту инҷо чӣ кор мекунӣ? чӣ кор дорӣ? як чизро фаромӯш кардам, барои гирифтанаш омадам. хуб, фаҳмо. хайр, пагоҳ мебинем. мебинем мелиси ҷасур, мебинем ки бо ки хубтар бозӣ мекунад. мебинем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат, ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд занг занед ва мо баҳри ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. ба худо аз калтагилос халос шудам. бешараф, фикр мекунӣ ки туро дастгир кардан наметавонам? хайр, хубаш ин ки онал аз пасам нест. калтакилос, фикр кардӣ маро паси сар кардем хеле? сардорам, чаро даро рафта дастгираш намекунем? ист писарам ист. агар ҳозир равем гурехта меравад. аввал як ба болои сари сами барояд, баъдан ӯро дастгир мекунем. на шиносномаро гирифтам, на пулҳоро, аммо хайрият ҷонамро халос кардам. ба худо бисёр хуб шуд. ту фикр кардӣ ки дигар дастгир кардан наметавонам? раҳоям кун бешараф. кун инҷо биё, инҷо биё. раҳоям кун. биё ба суқрот кор доданатро нақд мекунӣ. акай унал дуғлу худа кардӣ. ялак бас ки дафо мепарорам.
آنها به کجا رفتند؟ سردارم با فکرم با جای بازی های ترساور در آمدن. اوجاست اوجاست. او بشرف، دستگیر میکنم تو را بشرف. رفتم اکاون یک دقیقه با فکرم اینجا منتظر شویم آنها میبرن. اوجاست. تو چی اینقدر ترسان گستی؟ رفتم سردارم من یک باری میترسم. آخر در درون اشتهار است. خدای من چشون آمین اصلا تو از من بیترس بی ناموس. راو چی گفته؟ راو این صدای کلتکلس است. به خدا بخورن اینا. اینجا هم اکلنا کمیاش بیا ببروی برگا. سردارم کلتکله در قچاق تانه. یک کردی از من گریخته میتوانی بیاخ. جنایتکار من نیستم اونال. سمی است جنایتکار. او با سقراط یک جای کار کرده است. او را دستگیر کن. چه علاقه دارد تهمت میکند؟ خدامت آن است. چی شد؟ لعنتی حال چی گپ شد لبن؟ بگیرم که بکشلمه. کلتکلس ما را با این لباس ها با فکرم نمیشناسد. اونال مرا با این لباس هرگز نمیشناسد. آنها کجا شدند؟ کدامش کلتکلس است؟ سردارم با فکرم وامپیر است. از پس وامپیر میروی. وامپیر نیست. با فکرم گرگ است. کلتکلس. داو لبن. این مردک وامپیر است. جا بیا بشرف کنی خواب کن. سردارم بروک شب این نقاب شب کش سردارم. من تو را سردارم من شما را گفتم که وامپیر را تعقیب کنی. بشرف کلتکلس از دستم رهایی نداری لعنتی تو دوشف. خیلی شب به عقل. سمی باز وا میخوریم. به شرف. اکای اونال بسیار توپ خوردم گرم شدم به خدا. رفت کلتکلس دم تا بگیم میمون بعد گرد میزنیم. چرا دیر کردی خیالی؟ اینقدر تعجیلی جه زدی سقراط؟ که بودن جنگاور رو فهمیدم. هدف زیر نشان است. آرام. کی بود است جنگاور؟ کسی که منتظرش نبودیم. جنگاور
ҳадаф парронда шуд. Тамом. дарҳол аз он ҷо дур шо. ҳаракат кун. суқрот, суқрот, ای بچه آدم دوست داشته شای قدر منتظر نمیکنه. کجا شدی کلتکیلز؟ چیکار کردی شوکت؟ من را میکشد، یاری دهید. خاموش! این منم من. تو هستی ها؟ این چی لباس است؟ برادر دیوانه شدی مگر تو؟ در شهر با چنین لباس میگردی به تو میزیبد مگر ها؟ برادر برای چی لباس را پوشیدی؟ برادر چرا لباس بتمن را پوشیده یا؟ تو برای چی پوشیده؟ من هم برای همان پوشیدم. یا خدایا، از پشت تو پوشیدم، تو این را پوشاندی، فراموش کردی؟ خاموش، مرا گوش کن. قریب بود که سمی را دستگیر کنم، باز اونالی بدبخت برآمد. چیکار کنم؟ برای گریختن این را پوشیدم. سمی را داشته به سقراط کار دادنش را اثبات کردنم لازم، وگرنه کارم بد می شود. بهترین فکر برادر، عاجلا بانو را دوزیدنم لازم. یه با سر نکن بانو دوزیت را. یه توبه. خاموش باش. جای رفته شب را گذرانیدنم لازم. شکر کن برادر که به مثل شوکت برادر داری. یک جای تنج میدانم. بیا بریم. رفتیم. رفتیم. کنی بیا کمی گپ زنیم. گپ میزنیم. گوش کن جناب معزز، تو را با خوبی میگویم. از حیات دخترم در حال بیرون شو. بله، دخترم تو را دوست می‌دارد. و درجه‌ای که برای تو شده خود را زیر تیر انداخت. این را میدانم. اما این حسیاتی هست که میگذارد. شما با یک دیگر مناسب نیستید. فهمیدی؟ حقیقت همین است. دخترم مرور زمان میفهمد که تو برای او مناسب نیستی. من نمیخوام که دخترم بیهوده وقتش رو صرف کنه. فهمیدی؟ این گپ را نغزک در گوش جای کن. تو هم وقتی از این رو برگشتن رو داری. تو لایق دختر من نیستی. این رو فراموش نکن. اصلا تو برای پدری سنم بودن لایق نیستی. تو چی میگویی ها؟ سنم تو رو همچون یک آدمی تاجری سلاح دار میدانم. اما من حقیقتی تو رو میدانم بابای قادر. موادهای مخدر، خیراج، آدم ربایی، تجارت سلاح کاری نیست که نکرده باشی. نمیخواهم که اینها را سنم داند و اندوهگین شود. این کارها را بس میکنی، وگرنه سنم را دیگر به تو نشان نمیدهم. گوش کن، تو کی را گپ یاد میدی ها؟ عجب این آدم کی باشد؟ کارهای میکرده مرا از کجا میداند؟ بابا قادر، این بیادابی ما از این را باز میبخشید مگر؟ این آدم بسیار خطرناک است. مرا از دخترم دور کرده میتواند. من این را نمیخواهم. چی کار کردنم را میخواهید؟ صبر کنید. دخترم شفا یابد. کاری لازمه را میکنم. فهمو آقا. یا خدایا من چیکار کنم؟ چه خیلی مانع این خانه دار شوی شوم.
از این زن چه خیلی خلاص شوم. به کجا نگاه دارد اینقدر با مهر و محبت؟ عدنان خوشش اومد از چی؟ تشکری زیاد جناب عدنان. نمیارزد. وای چند روز است که در اینجا هستید. یک بار هم اومده شما رو خوش آمدید گفته نتوانستم. بخشش میپرسم. تشکری زیاد خانم بهار. رحمت. چی شده ایستاده است این زن؟ چرا با من این خیلی نگاه میکند؟ دخترم تو رفته در اونجا با خودت بازی کن. دخترتان هم بسیار زیبا بوده است ماشاءالله. جناب عدنان مرا درست نفهمید اما اصلا سومن دختری من نیست. یعنی در اصل من شوهر ندارم. چیکار میکندین؟ مگر من از این زن مجرد بودنش رو پرسیدم. این زن رو از من خوشش آمد چی؟ وای داد بلای به سرم اومده رو بین. شیطان رو بین شیطان رو. روی روز عدنان رو گپ داده ایستاده است. بیهوده گناه زیا را به خود گرفته. یعنی جناب عدنان من هم مثل شما اینجا بیگانه هستم. یعنی خوب نمیدونم به کجا رفته در کجا سر کردن ممکن است. چی خیلی؟ این زن از من دعوت منتظر است چی؟ عجبا نمی شود که با هم تنها بر اومده یگان چیز نوشه می خوریم. خانم بهار من باید خودی حاضر با یک رفیقم حتما بخورم. حاضر خودی حاضر من میروم. یگان وقتی دیگر انشالله. معلش اما یگان وقتی دیگر گفتید باز فراموش نکنید. این قول است. قول دادید میخلی؟ از راستی این مرا پسندیده است یا خدایا بین به چه حال گرفتار شدم. مالش تمام بهترین قول دادید به خدا. قول دادید فراموش نکنید. مایلش خیر. خوب کو من بین اونها در آمده کار میکنم که از این زن خلاص شو. بیا سردارم موافق خبره که به ما رسیده است. دیشب سقراط و بسنپ پراندن. همین را میدونید؟ پراندن گفتی؟ مرده است مگر؟ اینش رو لیوین نمیداند. کلتاکلاس نهایت سقراط را هم کشتیم. سردارم چرا اینقدر باوری داری؟ شاید کلتاکلاس نکرده است. دیگر کی میکرده است؟ کلتاکلاس کرده است. جنگاور؟ شاید جنگاور کرده باشد. نه جنگاور این خیلی نمیکند. آدم نمیکشد. سرش رو که میکشوید؟ حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانیم و وقتی احتیاج داریم. کی بودنی جنگاور رو گفتنی بودی که تو رو پروندد؟ این رو کی کرده است میفهمم سقراط. کارت رو من تمام میکنم. برای کن. بیا آیسته با دقت باش. برای کار برادر. تومبولا یعنی در یک شب هر دوی ما خانه‌دار بشیم ها؟ تصادفه من هم امشب به خانم تولین خانه‌دار میشم. از خوشحالی پرواز میکنم. با خدا من هم چنین هستم. در وجودم بهار را حس میکنم. براچه ها میدوم. پرنده ها میپرنده. خدا خیر توی رو در کجا میکنی؟
یک مکانی بسیار زیبا را میدونم. بچه ها آنجا آنها همش را تشکیل میکنن. من در صحن حولی قصر میکنم. توی ها رو یک جای میکردیم نمیشد دوستم؟ باز زیباتر میشد آخر. سلام آقا. مسئله طربخانه حل شد؟ در مسئله طربخانه یک مشکلی خوردکه که پیدا شده که. چه خیلی مشکلی پسرم؟ خوردکک یک مشکلی خوردکک اکا طربخانه شب بند بود. از یکم طربخانه دیگر رو بینیم. شما چی ها میگوید؟ دیگر طربخانه را نمیخواهم، همان طربخانه را میخواهم. اما این بگان طربخانه بند است. چه خیلی بند است تایلاق؟ نه چه خیلی بند است؟ با بند بودنش کار ندارم. آنجا را خالی میکنید. گوسفندهای کار خالی میکنید. گفتم تمام و سلام. اکر طربخانه دیگر هم است نمیشه باقی. گوش کن پسرم، بی عقل هستی ها؟ گوسفندهای کار چرا یک گپ را تکرار کرده میگردید؟ همان طربخانه را میخواهم. فهمو؟ شد تمام. بیا راضی شو. یک جای در حولی قصر خانه‌دار میشویم و کار تمام. دامالعظمی با خدا آفرین. با شما بسیار فکری عالی جناب. باید این فکر رو عملی کنیم. اگر همین کار شود هنگام کشا تنها هیچ نمیکنه، بهترین میشود. این خیلی نمیشود تایلاق، نمیشود. اکا فکری عالی جناب. بیا امروز هم توی تا در طرفخانه دیگه میگذرونه. پگو بود هم طرفخانه میگذرونه. اکا خودت گفتنی هستی که انیق در یک طرفخانه دو توی میشود. من شخصا خودم با تو در یک روز برای خانه‌دار شدن آماده هستم. اکا اعتماد را گیر گفتم. این به عقل را بینه. با من در یک روز خانه‌دار بشود است. بیا با گپی من راضی شو. در صحن حولی قصر میگذرانیم. در حقیقت بسیار زیبا میشود. شد تمام. همه مصرف ها را خودم میکنم. جناب کمال لازم نیست. من فرمایش دادم. قریب تمام شد. لازم نیست. با خدا قسم نمیگذارم که دستت را بجای بد اندازی با همین شرط قبول میکنم. شد جناب کمال. اینها را بعد هم مصلحت میکنیم. مهم نیستند. کمال برادر، باید کاری کردم مانع خانه‌دار شوی آنها شویم. حق است ادنم برادر. اینها خانه‌دار شوند من و ملیس میمونیم. یا خدایا این حالا هم از پی من است آخر. اما تو با پدری من برای پولش خانه‌دار میشوند. زیغ شدن پدرم را نمیخواهم. من هم زیغ شوی دختری عمم را نمیخواهم. اگر این توی شود ملیس خفه میشود. این را بین چه خیلی بازی دارد به وجدان. اما کی بازی کلان میکند حالا میبینی. حق است ادنم برادر. ولی از دستمون چیزی نمیوید. میدونی چی؟ اگر ملیس در اینجا میشد کاری هم میکرد که مانع این خانه‌داری میشد. گوش کن چی میگویم. تو کاری کن که با گوش ملیس صدایی رسد. بگو که ملیس بیا توی مادرت رو مانع شو. قسم میخورم که ملیس دویده میوید. کاری کرده این توی رو تمام میکنن. بین هم خانم تولین دخترش رو با تمامی هستی گوش میکند. بله گوش میکند. از کجا گوش میکند؟ کمال برادر، ما هم نمیدانیم که ملیس در کجاست. حتی اما هم نمیداند تو در کجاست. من با تو این دروغ‌هایت رو نشون میدیم. حالا است. خیلی چیکار میکنیم ادنم برادر؟ نقشه میکشیم. چه خیلی نقشه؟ نزدیک شو. خیر دولا، با من اجازت. شام در توی وا میخوریم. من با خانه‌ای که از این پس بابانو زندگی میکنم یک رفته ببینم که چه خیلی حساس است. خیر ایست یک جای میبراییم. بسیار خوب. من هم قصر روم کنی بینم آمادگی چه خیلی است. چی کار کردم؟ شد رفتیم. این افت بشر بینید. اینه بینید. پسری بی آداب. پدرت خانه‌دار میشود و تو اینجا صحبت کرده چای می نوشی. پیش درا رفتیم. تنی داخل. خوشخبر به همه دوستداران ویدیورولایک های جالب یوتیوب. امروز برای بلده خاطر گرداندن شما یکی از کانال های بهترین یوتیوب رو با نام تاجیک ویدیو پیشنهاد میکنم که چون این کانال رو شما نیز در یوتیوب تاجیک انتظار بوده. در آن کانال شما میتوانید تمام فیلم و کلیپ های تاجیکی رو با صفت عالی سر وقت دسترس نمایید. با کانال تاجیک ویدیو در آمده ابونه شوید تا از ویدیوهای نوترین دنیا با خبر شوید. اگر خوی کمی دراز کش. نه خوبه من هجری. چیزی نشده است مرا. در اصل تو باید استراحت کنی. تو صبح در بالای سرم منتظر شدی. خوب نکردی. خوبم من خوبم. یگون چیز میخواهی؟ نه چی میخواهم آخر؟ تو در برم باشی بس است مرا.
вай бале. Ман бисёр ташна шудам. Бароям об овардан метавонӣ? тамом ҳозир. бо ҳиҷриҷонро бубина. барои шӯрбо он қадар ноз карда буд ки ҳозир бошад парвона шудааст. қуввати ишқро бубина. аз ҳиҷрӣ дигар чӣ метавонам бихоҳам? бисёр хуб шудам ҳиҷрӣ. дастона дардро набина ҷонам. не аниқ ҷоиз нест мегӯяд. бояд чизе пурсам ки ҷоиз бошад. вале чӣ? марҳамат санамҷони ман. бисмиллаҳ. раҳмат ҷонам. нӯшиҷон ҷони ман. чӣ шуд санам? вай дастам дард мекунад. ман бегона нестам ку. ту танҳо сухан кун, сухан. санамҷон, худо шифо диҳад. худо шифо диҳад духтарам. саломат бошед. диди дугона? ин духтар ҳиҷриро кайҳое ба дом афтондааст? не, дугона намебинӣ. духтар ярадор аст. ҳиҷрӣ танҳо ба кӯмаки ӯ омадааст. хато фикр мекунӣ. агар мо ба ин ҷо намеомадем, ин духтар ҳиҷриро мегуфт ки дасту пояшро ҳам шӯяд. не, ин хел нест. аз куҷо пайдо шудан инҳо? чӣ хел бо ҳиҷрӣ зебо суҳбат доштем? худоро шукр чизе нашудааст духтарам. худованд туро ба ҳиҷрӣ бахшидааст. раҳмат. туи кай мешавад духтарам? ҳиҷрӣ мегӯяд дарҳол хонадор шавему, аммо ман мегӯям саросема нашавем. ман кай ин хел гуфтам? духтарам кори хайро тезонидан дар кор аст. ҳиҷрӣ нашин ист. барои ман як шарбати мева оварда метавонӣ? чӣ бале? холаи гулсумҷон, медонед ку зиёрати бемор кӯтоҳ мешавад, ҳамин хел не? духтарам ҳамин хел аст, аммо мо навомадем. медонам, раҳмат, дардро набинеду, вале бо иҷозататон ба ҳиҷрӣ танҳо мондан мехоҳам. аммо ин ҷоиз аст? аз ҳозир якҷо танҳо монданатон? ҷоиз аст. ман аз муфтӣ пурсидам. хубу? аз ҳиҷрӣ пурсидим агар? равед акнун, бас будагис хайр не? хез гулсум, мо равем. бечора духтар каме истироҳат кунад. бифармо. ташаккури зиёд ҷонам. китфам бисёр дард мекунад. стаконро дошта наметавонам. бахшиш. гӯё худаш нӯшида наметавонад. туро гуфта будам ку ин духтар ҳиҷриро дар ангушташ бозӣ медоронад. хонадор мешаванд. мон духтар бозӣ кунад, каме ҷилва кунад. баъди моҳи асал ҳамроҳи бону дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. хайр, ин гирду атрофро каме тоза кардан лозим. аҷабо, даруна чӣ хел бошад? рафта бинем.
بخیر کنی بخیر بیدار شو زود باش میرویم بانو جان نکن خیلی چی ما با سر نکن پانویت را بیدار شو دیوانه هستی مگر حاضر میبینی که اون علامت زود خیز رفتیم این نمیوه این دیوانه که دچه کنانی دیوانه بیوه چی گفتی؟ کنعانی دیوانه؟ خانه خالی گفته به خانه کنعانی دیوانه آوردی مرا در حال فهمیدی به خدا آفرین من این رو به تو نگفته بودم اگر دیوانه برای شب گذرانی به خانه کنعانی دیوانه آوردی مرا کنی خیز چیکار میکنی نه؟ یا خدایا من اینجا کم ترک خواب کنم چیکار میکنی؟ کنانی خانه شا استفاده نمیبرم میمونی با ازور خواب میکردم اخی او حیوانی خیلی خانه 10 تا داره شاگرد اینجا خیلی کار داره نه؟ من که به ماهی اصل رفتم شما همه اینجا رو با ترتیب می‌دارید. تو پروا نکن ما همش رو حل میکنیم. بی عقل تو از جانت بیزاری چرا جانی مرا در خطر گذاشتی؟ کنعان مرا اینجا بیند میکشد آخیر. تو برای کنان دیوانه داملوزیو هستی؟ تو آرام باش هیچی نمیگه ترا آخی خبله این میسی دیوان ها گب نزن چشمی وی آدم غیر از بانو کسی دیگر را نمیبیند در فکر زیاد هست مگر؟ خدایا حالا هم گب زده ایستاده ای برادر تو چی اینقدر میترسی؟ ترسونشه کی؟ چی میترسی؟ کنان دیوانه آید اومدن گیره او رو میکشیم امیجا من به امینم او را خاص دارم این امیجا میکشمشه کنی یک بالا رو بینیم چی گپ هست برادر کنان دیوانه اومد هر مورا امیجا میکشه تو اینجا کنعانی دیوانه را بکش من میروم خودت را خوب نگاه کن شوکت برادر مرا گذاشته در حال به کجا میروی ای برادر مرم بفرو آخیر مرا گذاشته به کجا میروی برادر من چیکار کنم نه نمیشود به این لباسای بیتمن دیگر هیچ کس نمیترسه از بالا یک صدا آمد اگم دوست باشد چه خیل دوسته؟ نه کدام دوست جسارت میکنه که خانه من درآید ها؟ کنی رفته بینیم؟ یک تشمور دو تشمور اکه کنال ادت نزن بر پدرت لعنت ومپیری همش دقیق اکه کنال جو بیا دستم بوسم بیا اکه جان یا بوسه ای روی نورانی درون بشک مکن شوکت من تو را در همه جا میکوبم تو در خانه من پنهان شده یا تو را میکشم ومپیری کمپیر اکه پیستالیتا نخود طرفی دهان بکنی او بالا یا تو دعا کن که در دهانت ماندم حالا باز میبینی که این سلاح رو در کجا میمانم کنی خزت خوشگاله ها نی شما را برا سگیلین این را به انبار میبریم در آنجا میکشیم با خون افلاس این حرامی خانه بانو را افلاس کردن نمیخواد پیش را میراییم سگیلین رفتیم تاخم و کفون یه حیوانی که چی روگی این را دارید لبای بانو جان البته جانم البته حاضر میایم مرا گوش کنید حاضر مرا به نزد خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید خودم شخصا به سرش میپرانم این خاین خرخایی درا اکه کنون اکه یک چیزی مهم رو بگم من بخش تو نکا تو را من
ба назди суқрот мефиристам харбача. ака суқрот дар инҷо чӣ дахл дора? ман айранг рӯи суқрот безорам ҳамира фаҳмоне. як марда ки риштафед афташ хунук чашмуш бастагӣ хичаранги пиратски карибски море карай. суқрота парондан ку ҳамро мега какану. Чӣ? Парондану? бешухи суқрота парондан ё худоё бисёр хабари хуш. касе суқрота паронда парвардигор ҳафтпушташа раҳмат кана. ман барам ҳамин хабари хуша ба бародари азизам домлозиё бирасонам. хай ака канон иҷозат ман барам мегум. Шавкат ба мошин ши. ака ман худам ба сомон таксӣ мерам. раҳмати калон. саврчам. канони девона аз рости одами маро мекушад. ака сағираю ме додари домлузиём ака. мисле ки сарам бебало буд. боз ту аз куҷо баромадӣ? бесте ям маслиҳат кунем охӣ.